در مورد آقای قزوینی، ایشون قبل از اینکه شبکه‌های اهل سنت بیاد و این بیداری در بین جوانان اهل سنت ایجاد بشه، خلاصه میرفت رو منبر تو برنامه‌های زنده تو شبکه‌ها و هر چی دلش میخواست میگفت. اما به لطف الله سبحانه و تعالی و به برکت شبکه‌های توحیدی الحمدلله اهل سنت، جوانهای اهل سنت بیدار شدن و آگاه شدن از دینشون، از کتابهاشون و از روش‌های تلبیس و تدلیس و دروغ و خیانت این آخوندهای رافضی، خاصتا آیت الله قزوینی، همون چوپان دروغگوی خودمون. کلیپی که خدمتتون میخوام نشون بدم، اولی کلیپی رو ببینید، این خیلی جالب است. حالا این کلیپ ربطی هم داره به دروغی که در مورد منهاج السنه گفته. خیلی جالبه این کلیپ. من گفتم این یادداشت کن برادر من گفتم هر آدرسی که من میدم اگر این آدرس آقایان ثابت کنن دروغ بوده، برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدم. این یادداشت کن برادر من گفتم هر آدرسی که من میدم اگر این آدرس آقایان ثابت کنن دروغ بوده، برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدم. بله. اینم از جایزه ایشون. اما فن دروغگویی که خدمتون نشون دادم، ایشون کلاسی دارن یعنی که فن دروغگویی رو یاد میدن به شاگردانشون. در یکی از برنامه میاد یه حرف دروغی رو میگه و این بیننده ماشاءالله تبارک الله میگه آقا اینو نشون بده از بخاری و مسلم. اولا اصل موضوع رو مطرح کردنش به این شکل، چون همون خباثت باطنی اینا که هست نسبت به امهات المؤمنین و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، این به جای خود، اما دروغگویی و تلبیس و خیانتش این قضیه دیگری است. در اینجا میاد یک دروغی رو نسبت میده به بخاری و مسلم، بیننده مچشو میگیره و ما این کلیپ رو پخش میکنیم و به اصطلاح وقتش هم همینطور اوپن میگذاریم که تا 10 سال، 20 سال، 30 سال، تا وقتی که زنده است آقای قزوینی، اگر این مطلب رو از صحیح بخاری و مسلم پیدا کرد، بیاد در اینجا زنگ بزنه و مطرح بکنه و من یقین دارم که این دروغگوی مکار حیله‌گر هیچ وقت از رو نمیره. حالا این کلیپ رو با هم میبینیم و من آفرین میگم به این جوان اهل سنت که مچ این چوپان دروغگو رو میگیره. احمد جان، اگر شما مراجعه کنید به صحیح بخاری و مسلمتون، بله، از قول خود عمر ابن الخطاب، بله، سوال میکنه ابن عباس ضرب الله مثلا، خدا مثل زده للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. بله. مراد خدا چیه در اینجا؟ ایشون میگه مراد عایشه و حفصه هستن. این شما چه میفرمایید؟ خب مراد حضرت عایشه و حفصه. خب حالا من چیزی ندارم. شما ببینید آیا این در کتاب‌های خود شما آمده یا نیامده عزیزم؟ الان من بگید آدرسش رو به من لطف میکنین بدین؟ چشم، آدرسش هم خدمت حضرت علی میدم. بله ممنون میشم. چشم، آدرسش هم برای شما عرض کنم خدمت حضرت علی. من عرض میکنم که بله خدمت حضرت علی عرض میکنم و آدرسش رو میدم و ما تحدی میکنیم به دروغگویان شبکه ولایت که تا 10 سال من فرصت میدم، تا 10 سال آینده اگر ما نبودیم هم در این دنیا، فرزندانمان خواهد بود، کسانی که راه ما رو ادامه بدن میتونن بیان بگن که بله این آدرسش در بخاری و مسلم، تو هر نسخه‌ای، تو هر چاپی، هر جایی که میخوان بگردن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر که خجالت نمیکشی هر کار دلت میخواد بکن. این آقا شرم و عیا و خجالت اینا رو همه رو پشت سر گذاشته در قزوین. این مطلب در بخاری و مسلم نیست. بینندم خیلی قشنگ مچ این آقا رو میگیره، میگه که این مطلب رو از بخاری و مسلم نشون بدید. ببینیم کلیپو. ایشون میگه مراد عایشه و حفصه هستن. این شما چه میفرمایید؟ خب مراد حضرت عایشه و حفصه. خب حالا من چیزی ندارم. شما ببینید آیا این در کتاب‌های خود شما آمده یا نیامده عزیزم؟ الان من بگید آدرسش رو به من لطف میکنین بدین؟ چشم، آدرسش هم خدمت حضرت عالی میدم. بله ممنون میشم. چشم، آدرسش هم برای شما عرض کنم خدمت حضرت عالی. من عرض میکنم که بله الان دوستان مزخرف که آقا این چیزی که من دلم برای این بیچاره بدبخت مجری میسوزه که حالا از بس که آبروریزی شد نمیدونم فرار کرد چی شد، فعلا نیست تو شبکه ولایت. یادش بخیر یک زمانی مجری قزوینی بود تو برنامه‌اش. این بیچاره شاید نسبتاً آبرو و عزتی داشته برای خودش، چون نمیخواسته تو این کلیپ هایی که ما از قزوینی پخش میکنیم و دروغایشون دیگه بیش از این چهرش ظاهر بشه، به خاطر همین ول کرده رفته. حالا هر سبب دیگری شاید باشه. به هر صورت ایشون حالا میخواد قضیه رو جمع جور بکنه. ببینید آقا یوسف میگن که چرا پیغمبر مثلا تذکرش رو به جناب عایشه ندادن، با اینکه تو قضیه سگان و حواب که اونجا وقتی رسیدن خب یادش اومد اون حدیثی که پیغمبر گفته بود، چرا اونجا اومدن شاهد دروغین درست کردن و ایشون رو گفتن که اصلا اینجا حواب نیست و این سگان که دارن پاس میکنن. پس قبلش پیغمبر این تذکرات رو داده و احادیث دیگه. شما ببینید برادر من، مراجعه بفرمایید کتاب تفسیر امام قرطبی از کتاب‌های معتبر تفسیر. جان شما میگه من میخوام در صحیح بخاری ببینم. حالا این شما الان این آدرس اینا شما مراجعه بفرمایید عزیز دل من. بله بینندگان عزیز، آدرس داد بخاری و مسلم، میگه در تفسیر قرطبی. حالا تفسیر قرطبی رو هم نشون میدم که قضیه چی است در اونجا و بعد دیگه سر بیچاره بیننده رو شیره مالیدن و خلاصه ایشون هم گیر داده بود. میگفت که از بخاری و مسلم به من بگو. تا کلیپ طولانیه، تقریبا چند دقیقه بود احمد جان؟ 7 دقیقه تقریبا. این بیننده مچ این قزوینی رو گرفته بود و ولش نمی‌کرد که آقا آدرس بده بخاری و مسلم. این بیچاره فرار می‌کرد. آی بگیرید تفسیر فلان، آی این تفسیر فلان. اونم در تفاسیر رو که مطرح می‌کرد از اصل قضیه فرار می‌کرد و چون در اینجا صراحتاً گفت که این فخانتاهما در اینجا منظور عایشه و حفصه است، در حالی که قضیه چیز دیگری است. در تفاسیرم حالا من تفسیر قرطبی رو نشون میدم اینجا. این یک همیشه وقتی من خوشم میاد از امثال آقای یوسف و عزیزانی که زنگ میزنن به شبکه ولایت و من تشکر میکنم از اینایی که ما نمیشناسیمشون اما پیشانیشون رو میبوسیم از اینجا، چون تماسهای اینها و چون این قزوینی عادت داره وقتی عصبانی بشه کسی بهش گیر بده 4 تا دروغ دیگه هم میگه. همین تماسهای اینها سبب میشه که این آقا دروغ بگه و این دروغ گفتناش سبب میشه که ما بتونیم کلیپ‌های خیلی جذاب و جالب درست بکنیم و من تشکر میکنم از عزیزانی که همیشه زنگ میزنن. حالا دیگه خیلی از اینا رو در بلک لیست هستن و کسی تماسشون رو وصل نمیکنه در شبکه ولایت، اما این تماس‌ها سبب شد که ما کلیپ‌های خیلی زیبا و دیدنی از این چوپان دروغگو درست بکنیم. به هر صورت 7 دقیقه این بیننده گیر داد که آقا بخاری و مسلم این ای میرفت تفسیر قرطبی، تفسیر آلوسی، تفسیر فلانی، تفسیر. این یک از روش‌های ایناست تا بفهمن که در جایی در جامعه‌ای به اصطلاح مردم سطح یعنی دانش دینیشون پایین است، دیگه فرصت برای اینو میسر است در اونجا هر چی که دوست داشته باشن از دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌ها به خورد مردم میدن. یا اگر ببینن که بیننده‌ای زیاد زیرک نیست و اطلاعات دینیش هم کم است، دیگه فرصتی به دست میارن تا بخوان دروغ‌های خودشون رو هر طوری شده بقبولانن. این مطلبی که ایشون میگه در بخاری و مسلم نیست و این آقا داره دروغ میگه. اما در مورد تفسیر قرطبی
احمد جان نشون بده در تفسیر قرطبی در ذیل آیه 10 سوره تحریم، سوره 66 قرآن کریم، در جلد 18 صفحه 201، در اینجا ضرب الله مثلا الذین آمنوا امرأة فرعون، در این ذیل این مطلب در اینجا میاد مطلب خیلی طولانی رو بیان میکنه و بعد میره رو آیه بریم از صفحه قبلش، سوره تحریم آیه 9. در اینجا میگه که ضرب الله مثلا الذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما تا آخرش. میگه اینجا الله سبحانه و تعالی مثلی زد برای اینکه آگاه بکنه که در آخرت هیچ نزدیکی و نسبتی که انسان با کسی داشته باشه در مسئله دین به درد انسان نمیخوره. زن نوح والهه بود اسمش و زن لوط والعه بود و مقاتل و ضحاک از عایشه رضی الله عنها روایت کردن که جبرئیل علیه السلام نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون رو آگاه کرد بر اینکه اسم زن نوح و زن لوط چی بوده. فخانتاهما که خیانت کردن، از اکرمه روایت است. میریم به صفحه بعدی. در اینجا خیانتشون در کفر بوده و ابن عباس هم روایت میکنه که زن نوح میرونه پیش مردم میگفته که نوح مجنون است و زن لوط هم چیکار میکرده؟ دشمنا رو در مورد مهمانان لوط علیه السلام آگاه کرده بوده. و اینجا میگه که و ما بغض امرأة نبی قد، و اینجا مسئله خیانت در زناشویی نیست، چرا که زن هیچ پیامبری به اصطلاح یعنی خیانت در زناشویی نکرده. و هذا اجماع المفسرین، این اجماع مفسرین است. و انما كانت خیانتهما فی الدین و كانت هم مشرکین، خیانتشون در امور دین بود و اینها مشرک بودن، مشرکتین بودن. به هر صورت در اینجا میاد این مسئله رو توضیح میده مفصل در مورد زن نوح و زن لوط و همچنین در مورد کفار مکه که میگفتن که این محمد صلی الله علیه و سلم شفاعت ما رو میکنه. تا اینجا در آیه بعد آیه 11 و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آیه 11 در اینجا میگه الله سبحانه و تعالی ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، الله سبحانه و تعالی مثال میزنه برای کسانی که ایمان آوردن زن فرعون را که اسمش آسیه بود بنت مزاحم، دختر مزاحم، که یحیی ابن سلام میگه قوله ضرب الله مثلا الذین کفروا، آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی میگه که ضرب الله مثلا الذین کفروا مثلا ضرب الله، مثلی است که الله تعالی زد، یحذر، که اینجا تحذیر بده، هشدار بده، نه اینکه این مثل فخانتاهما اشاره به عایشه و حفصه طوری که این آخوند کذاب دروغگو اشاره میکنه. اینجا الله سبحانه و تعالی مثل میزنه و هشدار میده، یحذر بهی، هشدار میده به وسیله اینها، یکی رو عایشه و حفصه رو فی مخالفتی حین تظاهرتا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، در قضیه‌ای که معروف است در سوره تحریم در اینجا ذکر شده. و در اینجا میگه ثم ضرب لهما، بعد الله سبحانه و تعالی مثال زد برای عایشه و حفصه کی رو؟ امرأة فرعون و مریم ابنت عمران، ترغیبا فی التمسک، که اینها رو تشویق بکنه در به چی؟ به تمسک، به طاعه و ثبات علی الدین، که تمسک داشته باشند در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم و پایداری در دین. حالا به نظر شما وقتی دو نفری که مشرک باشن علیاذ بالله عایشه و حفصه، دیگه چه نیازی است که اینها تمسک در اطاعت رسول و ثبات در دین داشته باشن؟ این اصل قضیه است در تفسیر قرطبی که این آخوند دروغگو و خبیث برای اینکه بیننده رو بخواد فریب بده، اما ایشون خوب مچش رو گرفت، میگه که در بخاری و مسلم هست و قضیه در تفسیر قرطبی است، خلاف آنچه که این آخوند خبیث بیان میکنه، بلکه توهین و اهانت هایی که اینها به همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن
ساعتها در بر میگیره اگر ما بخوایم در این مورد صحبت بکنیم. در مورد عایشه رضی الله تعالی عنها در کتاب‌های اینها مطالب خیلی بدی هست که در کتاب من خدمتون نشون بدم. در کتاب تفسیر قمی یکی از تفاسیر معروف ایناست، در ذیل آیه فخانتاهما وقتی که میاد در اینجا این مطلب رو بیان میکنه، اشاره میکنه به این که اینجا فخانتاهما منظور کی است؟ عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما. در تفسیر قمی اینجا در این مطلب هم در این روایتی که آورده میگه که عایشه و حفصه و پدران اونها از شرار خلق بودن. تشکر میکنم احمد جان. و همچنین در تفسیر قمی احمد جان نشون بدید این صفحه رو. این تفسیر قمی است، این صفحه بعدش تازه این تصحیح و تحقیق شده. البته تصحیح و تحقیق معنیش اینه که تحریف شده، با وجود تحریف همو نمیتونن اینجا پنهانش بکنن. اینجا میگه که ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فقال والله ما انا بقوله فخانتهما الا الفاحشه. میگه که اینجا قسم میخوره قمی که اینجا معنی فخانتهما یعنی فاحشه است. ولیقیمن الحد على فلان فيما اتت في الطريق. اینجا فلان منظور ام المؤمنین عایشه صدیقه است که در قضیه رفتن به بصره و جنگ جمال مطالب ذکر میکنه و در اینجا میگه که امام زمانی که بیاد حد زنا جاری میکنه بر عایشه رضی الله تعالی عنها و العیاذ بالله. این در کتاب تفسیر قمیشون اومده. تشکر میکنم از دوستان عزیز. در این کتاب همچنین این مطلب اومده در بهار الانوار. در اینجا میگه که از ابو جعفر امام باقر به دروغ روایت میکنن که وقتی که امام زمان بیاد حمیرا یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه را حد جاری میکنه تا انتقام بگیره از دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این روایت دیگر هم در صفحه 314 جلد 52 تاریخ امام اثنا عشر میگه که امام زمان که بیاد اینجا حد رو بر الحمیرا که کنیه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است بر ایشون حد جاری میکنه. تشکر برادران عزیز. و در این مورد کتاب ها نوشتن. این کتابی است که در اینجا احمد جان نشان بده این کتاب رو. این کتاب الفاحشه الوجه الاخر لعایشه، فاحشه چهره دیگری والعیاذ بالله از همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این کتاب اومده. یاسر الحبیب این کتاب رو نوشته، خبیث زندیق. تشکر میکنم احمد جان. و روایت های زیادی در کتاب های اینها وجود داره که اینها مطالبی رو نسبت میدن واقعا در کتاب هاشون که انسان خجالت میکشه این رو بیان بکنه. اما در کتاب دیگری الاربعین فی امامت الائمة الطاهرین از آقای قمی در صفحه 615 در اینجا میگه که مما يدل على امامت ائمتنا الاثنا عشر، میگه یکی از چیزایی که دلالت بر امامت ائمه 12 امام میکنه که ان عایشه کافره مستحق للنار، که عایشه علیه بالله کافر و مستحق جهنم است.
و هو مستلزم لحقیت مذهبنا. میگه یکی از وسایل به اصطلاح لازمی حق بودن مذهب ماست و حقیت الائمه الاثنی عشر یکی از وسایل حق بودن امامان 12گانه ما هست. این مطلب رو اینجا در کتاب در صفحه 615 دلیل 40 الاربعین فی الامامه الائمه الطاهرین. یکی از دلایل امامت 12گانه اینها کافر بودن و مستحق جهنم بودن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که این خبیث ها این مطلب رو در کتاب های خودشون آوردن. این کتاب بهارالانوار هست. این صفحه بعدیش در جلد 32 از مولا باقر مجلسی، این هم شناسنامش در تهران ایران هم چاپ شده. در مطلب 222 در صفحه 276 جلد 32 کتاب بهارالانوار، در اینجا روایتی رو در مشارق الانوار میگه که حسن ابن علی از کوفه وقتی که اومد و مردم برای تعزیت علی علیه السلام پیشش میبودن، همسران پیامبرم داخل شدن. فقال عایشه یا ابا محمد ما فقد جدك الا يوم فقد ابوك فقال لها الحسن نصيت نبشك في بيتك ليلا بغیر قبس بحدیده. میگه که حسن به عایشه گفت که فراموش کردی که اون شب تو خونت داشتی جایی رو میکندی به یک چیز آهنی که دست نداشت. حتی ضربت الحدید کفک فصارت جرحا الى الان، دستتو زخمی کردی. تبغین جرارا خضرا فیها ما جمعت من الخیانه، یک کیسه ای که در اونجا پول جمع کرده بودی از خیانت. حتی اخذت منها 40 دینارا، تا اینکه 40 دینار از اون گرفتی. عددا لا تعلمین لها وزنا، که نمیدونستی وزنش چقدر هست. تفرقیها فی مبغض علی من تیم و عدی و قد تشفیتی بقتله فقالت قد کان ذلك. یعنی کیسه سبز رنگی رو تو در خانت پنهان کرده بودی که در اون پول جمع کرده بودی از خیانت. والعیاذ بالله. میگه که از این پول 40 دینار برداشتی و در بین دشمنان علی از بنی تیم و بنی عدی تقسیم کردی و خوشحال شدی از اینکه علی کشته شده. این مطلب در کتاب اینها اومده و این بیشرفا هیچ حد و حدودی در توهین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قائل نیستند. خب دوستان عزیز، این بود کلیپ دیگری از این چوپان دروغگو که خدمتون پخش کردیم.